دقت کردی همه کسایی که مهاجرت کردن وقتی مسافرت میان ایران دندون پزشکی هم میرن؟ این دلیلش چیه؟ از بس گرون لامصب اینجا. بعد بیمه دندون پزشکی تو آمریکا هر سال یه مقدار مشخصی رو فقط کاور میکنه. اینکه تو آمریکا زندگی کنی دندونات های خراب بشن یه نهایت بدبختی. کلا تو هزینه‌های درمانی که من تو آمریکا داشتم دندون یکی از گرون‌تریناش بوده. من برای ام‌آرآی دستم تقریبا $100 پول دادم. برای روکش دندونم باید $300 پول بدم. و بعد از اینکه 2 تا دندون روکش کردم سهمیه بیمم تموم شد و از اینجا به بعد خودم باید پولشو بدم. فکر کنم من به خاطر اینکه بیمم تمام شده بعد برای پر کردن ساده $700 بدم. $700 تو ایران چقدر میشه الان دلار چقدره؟ این دلار 85 حساب کنی 56 تقریبا 60 میلیون من برای پر کردن یه دونه دندون دادم. چرا؟